سلام به روی ماهتون. امیدوارم که خوب باشین، شاد و پیروز باشین. همونطور که بهتون قول دادم امشب میخوام راجع به اپیدرم پوست باهاتون صحبت بکنم. همونطور که بهتون در استوریای قبلی گفتم، پوست به 3 قسمت اصلی تقسیم میشه: اپیدرم، درم و هیپودرم، که ما در واقع بیشتر با لایه سطحی پوست کار داریم که همون اپیدرم پوست هستش. لایه اپیدرم پوست خودش به 5 لایه تقسیم میشه: لایه شاخی، لایه لوسیدوم و لایه گرانوله، لایه اسپینوزوم و لایه بازال، که شما نیاز نیست حالا همه لایه ها رو به صورت تخصصی یاد بگیرین. فقط در ابتدا لایه اولیه که بازال هستش لایه زنده است، یعنی در این لایه سلول ها ساخته میشن و به صورت زنده به سمت بالا، یعنی به لایه شاخه پوست نزدیک میشن. هرچی به لایه شاخه پوست نزدیکتر میشن سلول ها به مرور مرده میشن، یعنی در واقع به لایه سطحی پوست که میرسن هسته خودشون رو از دست میدن و در واقع روی لایه شاخه پوست ما که در سطح پوست ما قرار داره یک سری لایه مرده و سلول های مرده هستن که تجمع میکنن و به مرور لایه لایه بر روی هم انباشته میشن. حالا چی کار کنیم که این لایه های مرده رو از سطح پوستمون جدا کنیم و بتونیم پوستی شادابتر و سالمتری رو داشته باشیم؟ من به شما عزیزان اینه که هفته 1 بار یا 2 هفته 1 بار متناسب با جنس پوستتون از اسکراب ها استفاده بکنین در منزل، و ماهی 1 بار هم حتما فشیال انجام بدین روی پوستتون توسط حالا فرد متخصص. میتونین به یک کلینیک معتبر حالا مراجعه کنین تا براتون کار فشیال رو انجام بدن. و برای از بین بردن چروکای سطحیتون که در اثر حالا تجمع این لایه های شاخی به وجود اومدن، میتونین از کرم هایی که حاوی AHA هستن استفاده بکنین. این نکاتی که در مورد اسکراب پوست بهتون گفتم برای همه افراد صدق نمیکنه. یعنی کسانی که پوست‌های بیماری دارن، کسانی که پوست‌های التهابی دارن، روزاسه هستن یا پوست‌های آکنه‌ای دارن نمیتونه صدق کنه، که حالا در روزهای آینده هم میام راجع به این نوع مدل پوستا صحبت میکنم که آیا میتونین شما اسکراب روی این سطح پوست انجام بدین یا نه.